سلام به چنل خودتون خوش اومدید. لایک، کامنت انگلیسی و سابسکرایب یادتون نره. خب بچه‌ها اومدیم با یه چالش دیگه و کلی مجازات دیگه. فقط فرقش با بازی قبلیمون اینه که روحمونم خبر نداره اون یکی واسه اون یکی چه خوابی دیده. با ما تا آخر ویدیو همراه باشید. بریم که داشته باشیم. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. بریم شروع که خوب بود. همین اول این چه خبره؟ برو هادی. یه دونه اضافه رفته بودم برگشتم. توطئه در کار است. خیلی رفتیم و یه بار دیگه. چه خبرته؟ سه بیاری باختم. تو اومد. وای حاجی 3 تا 6 آورد. وای یعنی دیگه آماده ای؟ نه من به هیچ عنوان آماده نیستم. اصلا آمادگیشو ندارم. پاشو برو اتاق سری. یه دونه روسری بیار تا برد بعدیت باید روسری سر کنی. بیار ازم بیار. هر حرفی هم داری فارسی بگو. کردی داره از من خواهش و تمنا میکنه که منم کوتاه نمیام. نه خب بازیه. چون باز بازی حرفم برد و داده. باخت چون داره. باز اصلا حرفم. هیچ اشکالی نداره. اشکال نداره. دشوار نداره. دشواره نداره اینجا. چیه دیگه؟ اصلا ایرادی نداره. شبیه مادر بزرگاشه. نگاه کن منو. بزرگی بچم تا حداقل یه کلیپس هم بیار بزن اینجا. خیلی خوبه. یه کلیپس هم بیار بزن. ببینم ما هم بچه‌ها ما الان قشنگ میتونیم سبزی بگیریم بشینیم با هم غیبت کنیم. بعد این اسکارف تا مجازات بعدی بعد سرش بمونه. بریم. 1 2 3 سنگ کاغذ قیچی. 1 2 3 4 5 بیا. او بیا. 1 1 2 شیشه. از ماتریکس خارج شد. قبول نیست. شیشه. نه قبول نیست. چرا نه چرا 1 2 3 4 5 6 عجیبه. با دیزه بچرخون دیگه. همینجوری بیا. نکنه. دیدی 2 تا کم. 1 2 تو همش داری تاس میگیری. لعنت این چیه؟ 70 تا 6 آوردی. 10 بار انداختی 9 تا 6 بوده. بابانی بیا 2 هم میاد 1 هم میاد. دو بار بود حالا. یه دونه 1 بیاد. احساس خطر. دوه چرا از من دست بر نمیداره؟ 1 2 3 مونده هنوز نرفتی بیرون. اوه 6 6 بده. 1 2 3 یه 6 بده. اوه چرا این من نمیرسه. بیا 2 یه 6 بده. 1 نه خیلی 1 باشه 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 مثل اینکه این بازی این قرار واد کنم مجازاشه. دست به تاسش بده. خب مجازات بعدی در راهه. چیه عزیزم؟ چیه مجازاتم چیه؟ چون رو سر کرده به نظر من. خب کشتمت. چی اومد تو ذهنت؟ بگو چی اومد؟ نمیدونم همجوری الکی. چیزی پاشو لحظه این صندلی رو زبر پشت. خب پاشو
اوکی بچه ها با من براش دست باید نه شیک بزن. آره بلد نیستم. همون خوبه برو. بسه دیگه. بابا بلد نیستم بکن. باشه بیا میتونی رو سریتو باز کنی. آره چون گفتم تا مجازات بعدی. آره گرمم شد. شاید اگه به بازی دوباره رو سری سرش کردم. بنداز ولی یه مدل دیگه. بنداز اونور. خب بچه‌ها واقعا اونایی که حالا تو این گرما رو سری سر میکنن بدبخت خانوما. بریم بچه‌ها ادامه. خب سنگ کاغذ قیچی. بالاخره برنده شدم. هنوز مونده تا برنده بشیم. 3 2 1 یس بچه‌ها 6 نو یس درست شمرد؟ بله ویدیو چک داریم دیگه میتونیم ویدیو چک هم بکنیم. ادیتور ویدیو چک با تو. باشه یا خدا 3 بیارم باختی. چی شد؟ جی خب من اومدم با یه ساق طلایی از اونجایی که مهسا متنفره 2 تا میدم بخوره ببینیم. حالا شاید هم 3 تا بستگی داره. از اونجایی که اینو بندازی تو دریا میشه کویر. خب مثلا من هیچ کی دوست نداره واقعا. بفرمایید 2 تا فعلا بخور شاید بشه 3 تا. قشنگ بخور اینجوری لذت ببر از این ساق طلایی که برات آوردم. این چه طعم خوبی داره. years later. تمام شد. بس 2 تا. خب اوکی همین 2 تا بسته فعلا اینو باشیم. معده درد میگیرم. خب اذیتای من بازی با سلامتی نبود. Next بازی با سلامتی نداشتیم. next round شروع کنیم. سنگ کاغذ قیچی. عافیت باشه. وای الله وکیلی انصاف نیست. خب مجازات بعدیمون چیه بچه‌ها؟ به نظر میخوام کلی بهش بخندیم. خب صدای 2 تا یا 3 تا حیوانو میگم که با اکتش باید اجرا کنه. اولی بریم اجرا کنیم. مار. نه میمون شو. میمون اینجوری میکنم دیگه. نه مثلا میتونی اینجوری تو بخارونی اینم مثلا بذاری بالا سرت. نه اینجوری آفرین. ای شد. خب حالا صداش هم در بیار. همزمان با حرکت. خب دیگه بسه بابا راضی نیستم از حرکت و صدا رو با هم با تکون. سنگ کاغذ قیچی. یس. خب شروع کنیم. اوه 6 یک بیار. برگرد 1 2 3 4 5 6 برگرد سر جای خودت. روی یقه خودش رو گرفت. اینجوری میاد. خب بده یه 6 یک بیار 3. خب چند؟ یه 5 میخوام. به
به 6. وای 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 بردم. وایستی برم مجازاتش رو بیارم. خب چشاتو ببند. چرا سورپرایزه. مجازاتش همش این ور اون وره؟ سورپرایزه. چشاتو ببند. سری باش. یعنی بگین چیزی برام خریده. میخوام آره خوشحالم آره کنم. آره. خب چشاتو ببند. گایز من اومدم. بزن باز کنم؟ نه همجوری باش. آماده ای؟ همجا قرار اجرا بشه؟ آماده ای؟ آماده ای؟ هیچی. آماده ای؟ خب بگو آره یا نه؟ آره آماده باش. یا خدا گریه میکنی؟ گریه کن. چشم باز میکنم. نه گفتم باز کن. بگو. 1 2 3. تلافی کردم. خوبم تلافی کردم. من اسکارف میبندم. من شیک میزنم. من میشم حیوان. اینم مال تو. ببین چه صحبت. یو چقدر خوشرنگ شد مات. من داری خرم میکنی؟ نه جدی دارم میگم. مثلا پیریت هم پیکر. تصور کردم اینا بابا چقدر ناز میشی تو گوگلی. دوستان تلافی کردم. شما خودتون قضاوت کنید ببینید مجازات کدوممون ناوردی بیشتری توش بود. 100% میگم مال تو. مال من فقط همین بود و خیلی هم بهش میاد و بله یه همون افتادیم. اشکال نداره. دشوار نداره. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.